دوستان من سلام، خیلی خوش آمدین به کانال محدود و امیدوارم این که دوستان حالتون خوب باشه. در ویدیوی قبلی دوستان به داستان به دنیا آمدن رستم پرداختیم و آغاز داستانهای رستم. خب دوستان امروز میخوایم بریم به سراغ پادشاهی نوذر. منوچهر از پادشاهان پیشدادی 120 سال عمر کرد. در دوران پادشاهی منوچهر همه چیز آروم بود. عدالت و دادگستری در سرزمین اهورایی گسترده شده بود و مردم بسیار احساس آرامش می‌کردند. سام نریمان دلیل پهلوان دوران منوچهر بود و فتوحات زیادی رو به دست آورده بود. از طرف دیگر منوچهر تونسته بود انتقام خون ایرج رو از تور و سلم بگیره و به ایران زمین اباحت ویژه‌ای بده. اما هنگامی که منوچهر از دنیا رفت، نوذر فرزندش جانشین پدر شد. در دوران نوذر همه چیز تغییر پیدا کرد. گویا نوذر هیچ بویی از مرام و مردونگی پدرش نبرده بود. بی‌عدالتی در همه جا گسترده شده بود. تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. مردم بسیار از دست نوذر به ستوه آمده بودند و نمی‌توانست مثل دوران منوچهر به زندگی خودشون ادامه بدهند. فقر، بی‌عدالتی، گرسنگی در سرزمین اهورایی یافت می‌شد. تعداد زیادی از کارگران و دهقانان برای به دست آوردن یک لقمه نون به سایر سرزمین‌ها مهاجرت می‌کردند. کشاورزان که نمی‌تونستند زمین‌های خودشون را با خودشون حمل کنند، دست به ساخت سلاح بردند و گروه‌های رزمی تشکیل دادند تا علیه حکومت مرکزی قیام کنند. نابسامانی‌ها اوضاع مملکت را بسیار وخیم کرده بود. خود نوذر هم شستش خبردار شده بود که مردم تمایلی به حضور این فرد به عنوان یک پادشاه ندارند و دیر یا زود احتمال داره که علیهش قیام کنند. نوذر که به یک بنبست خورده بود، راه حل مشکل را در دستان سام نریمان میدید. یک دلیر پهلوان بود و در دوران پدرش تونسته بود اقدامات موثری انجام بده. در اون دوران سام نریمان در مازندران بود. نامه‌ای نوشت، او رو به یک پیک داد و گفت نامه را به دست سام نریمان برسون و بهش بگو هر چه زودتر به اینجا بیاد و ما رو راهنمایی کن. سام نریمان به محض اینکه نامه را دریافت کرد، از مازندران راهی پایتخت شد. هنگامی که به پایتخت رسید، مورد استقبال گرم بزرگان شهر قرار گرفت. بزرگان یک جلسه باهاش گذاشتند و بهش گفتند نوذر فرد ستمگریه و به هیچ عنوان شبیه پدرش منوچهر نیست. اگر میشه کلاً نوذر رو بزن کنار و هیچ کس مثل خودت لیاقت پادشاهی این سرزمین رو نداره. تو باید پادشاه ما باشی، نه نوذر. سام نریمان همه افراد جلسه را به آرامش دعوت کرد و گفت چنین چیزی اصلاً شایسته نیست و نابخردانه است. چطور میتونیم چنین کاری را انجام بدیم؟ اگر پادشاهی از یک خاندان به خاندان دیگه برسه، احتمال داره تبدیل به یک رسم بشه و همواره بعد از مدتی سلسله بره و به یک سلسله پادشاهی بیاد و همینطور میتونه آشوب‌ها در طول تاریخ ایران زمین ادامه پیدا کنه. به همین دلیل از بزرگان خواست که از این نظر و عقیده خود دست بردارن. به بزرگان گفت که خودم به نزد نوذر میرم و باهاش صحبت میکنم. از طریق صحبت کردن میتونم اون رو به یک راه درست هدایت کنم. نریمان به قصد نوذر پا گذاشت. در مقابلش ادای احترام کرد. پیشگاه نوذر را بوسید و گفت تا آخرین قطره خونش در رکاب نوذر خواهد جنگید. خودش رو فردی میدونست که حافظ و تاج و تخت پادشاهی و در ادامه از دادگری‌های پادشاهان پیش از نوذر تعریف کرد و گفت تمامی پادشاهان این سرزمین افراد دادگری بودند که اگه تو بخوای بر این مردم ستم کنی، همین مردم جواب تو رو میدن. مردمان این سرزمین لیاقتی بیش از این حرفها رو دارند. نوذر هم از کرده خودش بسیار پشیمان شد و گفت که از این به بعد کارهایی را انجام میده که در جهت رفاه مردم سرزمینش باشه. بعد از او با هم عهد و پیمان بستن. بر تخت پادشاهی نشست و سام نریمان هم برگشت به همون مازندران. در این دوران پادشاهی توران زمین
پشنگ پسر زادشم و پدر افراسیاب بود. به خوبی و با لذت داشت اوضاع آشفته و نابسامانیان ایران را رصد میکرد. بعد هم یک مجلسی تشکیل داد و بزرگان توران زمین را در اون مجلس دعوت کرد. به اونا گفت که منوچهر از دنیا رفته و در دوران حیات خودش ظلم و ستمهای زیادی رو به تورانیان وارد داشته. نیای ما تور را از دم تیغ گذرونده و توران زمین رو نابود کرد. الان بهترین فرصته که انتقام خونمون رو از ایران زمین بگیریم. همانطور که در داستان فریدون هم دیدیم، تور، ایرج و سلم با هم برادر بودن. همه از یک خاندان و از یک خون بودن، اما بعدها سرزمیناشون جدا شد. ایران زمین و توران زمین با هم دیگه به اختلاف خورده بودن. پشنگ پسرش افراسیاب را صدا کرد و گفت لشکری فراهم کن، به سمت ایران زمین حرکت کن. الان بهترین فرصته. بزرگان همین حرف را تایید کردند. اما یکی دیگر از پسرهای پشنگ جوانی بود به اسم اغریرث. اغریرث جوان بسیار خردمند و دانشمندی بود. از پدرش خواست تا به سمت جنگ و خونریزی نره. گفت این جنگ برای هر دو ملت بسیار گرون تموم خواهد شد. به پدرش گفت که در دوران زادشم همه شرایط خوب بود و بین ایرانیان و تورانیان صلح و دوستی برقرار بود. گفت اگه میشه بر عهد و پیمان صلح و دوستیمون استوار بمونیم و به سمت جنگ و خونریزی نرو. اما خون جلوی چشمان پشنگ رو گرفته. پشنگ احساس شکست میکرد و میگفت چطور امکان داره که تور نیای ما توسط ایرانیان کشته شده باشه و ما تا به امروز انتقام خون تور رو نگرفته باشیم. این انتقام باید حتما گرفته بشه. به همین دلیل استوار سر رأی خودش باقی موند و به افراسیاب گفت سپاه تو تشکیل بده و حرکت کن. به اغریرث گفت تو فرزند خردمندی هستی. تو هم به عنوان مشاور در کنار برادرت به سمت ایران زمین حرکت کنید. منطقه جنگ رو هم تعیین کردند. به سپاهیان تورانیان فرمان داد که به سمت منطقه دهستان برند. چنانچه در گذشته جنگ بین ایران و تورانیان در این منطقه رخ داده بود. گفت به اون سمت برید و اونجا رو به خاک و خون بکشید. سپاهیان تورانیان آماده شدند و به سمت ایران زمین حرکت کردند. همین خبر هم به گوش نوذر رسید. نوذر هم سپاه خودش رو آماده کرد و هر دو سپاه به سمت دهستان حرکت کردند تا با یکدیگر وارد جنگ بشن. سپاهیان توران بسیار انبوه و زیاد و تازه نفس بودند. از اون طرف سپاه ایران زمین تعدادی بسیار کم و بسیار آشفته حال. از بد روزگار سام نریمان در همون دوران از دنیا میره و فرزندش زال زر خودشو به مقر فرماندهی پدرش میرسونه تا مراسم سوگواری پدر را اجرا کنه. زال میدونست تنها پهلوانی که میتونه به سپاه ایران کمک کنه کسی نیست جز قارن کاوه. نامه‌ای برای قارن فرستاد و گفت با سپاهیان خودت به مدد نیروهای ایران زمین برو که قصد دارن با تورانیان وارد جنگ بشن. قارن کاوه هم این رو پذیرفت. قارن به همراه سپاهیانش به سپاه ایران ملحق شدند. دو نیرو آماده نبرد بودند. از سپاه توران زمین دلاور مردی به نام بارمان اومد وسط میدون و حریف طلبید. هیچ کدوم از نیروهای ایران جرأت نبرد با این مرد را نداشتند. در نهایت قباد دستش رو برد بالا. قباد کسی نیست جز برادر قارن کاوه. دستش رو بالا برد و گفت من حریف تو خواهم شد. بارمان و قباد با هم نبرد تن به تنی شروع کردند. در نهایت بارمان قباد را به زیر کشید و او را به قتل رسوند. وقتی که قارن یک چنین صحنه‌ای رو دید، از دید مرگ برادرش جلوی چشمانش بسیار اندوهگین و خشمگین شد و فرمان حمله را بلافاصله صادر کرد. ایرانیان و تورانیان جنگ خونین خودشون رو آغاز کردند. جنگ بسیار سخت و خونین بین این دو سپاه شکل گرفت. در ابتدای کار پیروزی با ایرانیان بود. همونجا قارن مسیر خودش رو باز کرد تا به سمت افراسیاب بره و افراسیاب رو از دم تیغ بگذرونه و کار رو تموم کنه.
اما افراسیاب دست به حیله و نیرنگ زد. کاری کرد که جنگ طولانی بشه. خودش هم مدام فرار میکرد و قارن نمیتونست افراسیاب رو پیدا کنه. در نهایت هوا تاریک شد. دو سپاه دست از ادامه جنگ برداشتن و هر کدوم به مقر فرماندهی خودشون رفتن. قارن به نزد منوچهر شاه رفت. بسیار هم اندوهگین بود و گفت برادرش قباد در جلوی چشمانش کشته شده و بسیار ناراحته. از اون طرف گفت افراسیاب فرد بسیار حیله‌گر و مرموزیه و در میان جنگ باعث خستگی نیروهای ما میشه. در روزهای بعدی نوذر هم تصمیم گرفت تا شخصا در میدان جنگ حضور داشته باشه. به همراه دو پسرش سپاهیان ایران ملحق شدند و در پشت حصارهای دهستان سنگر گرفتند. جنگ خونین ادامه پیدا کرد. سپاهیان توران این هم دلاورمردانه با سپاهیان ایران می جنگیدند. دو طرف تلفات بسیار سنگینی می دادند اما هیچ کدوم پیروز نبودند. نوذر گفت که اگه افراسیاب سپاه ایران رو شکست بده به احتمال زیاد به سمت شهر استخر خواهد رفت. در اونجا زنان، فرزندان و حرمسرای ما رو هم به اسارت می گیره. به همین دلیل به دو فرزندش گفت هرچه سریعتر خودتون رو به استخر برسونید. شهر رو خالی از سکنه کنید، حرمسرای ما رو بیرون بیارید و همه رو به البرز کوه ببرید که ننگ اسارت زنان و فرزندان یا زنان و کودکان رو نمیتونیم تحمل کنیم. به همین دلیل دو پسر نوذر به سرعت به سمت استخر به راه افتادند. در ادامه جنگ قارن همین قضیه رو به نوذر گوشزد کرد و گفت یه فکری به حال شهر بکن که اگه این افراد ما رو شکست بدن 100% زنها و بچه‌های ما رو به اسارت میگیرن. نوذر گفت خیالت راحت باشه، پسرانم را به اونجا فرستادم تا شهر رو خالی از سکنه کنن. قارن مدتی وایساد اما دلش تاب نیاورد. گفت من هم نمیتونم ننگ اسارت زنان و فرزندان رو تحمل کنم. به همین دلیل به نوذر گفت که حصار دهستان رو حفظ کن و این سنگر رو خالی نکن. دهستان هنوز سقوط نکرده و با سپاهیان ایران زمین دهستان رو نگه دارید. من به همراه نیروهای خودم به شهر استخر میرم. تا زمانی که شخصا خودم اونجا رو نبینم دلم آروم نمیگیره. شبونه به همراه نیروهای خودش به سمت شهر استخر رفت، اما مسیر راه توسط نیروهای بارمان مسدود بود. بارمان کی بود؟ بارمان همون کسی بود که برادر قارن قباد را به قتل رسوند. در اون نبرد تن به تن قارن وقتی یک نگاه به بارمان کرد دوباره اون صحنه برایش ظاهر شد جلوی چشمانش. از روی خشم فرمان حمله را صادر کرد. نبرد سختی بین ایرانیان و تورانیان در اون منطقه شکل گرفت. پیروز اون جنگ ایرانیان بودند. بعد هم قارن با یک نیزه رفت به نبرد بارمان و با پرتاب نیزه بارمان رو به قتل رسوند و انتقام خون برادرش قباد رو گرفت. مجددا به مسیر خودشون ادامه داد تا به شهر استخر برسه، اما از طرف دیگر نوذر سنگر رو خالی دید خبری از قارن نشد و دوباره تعداد سپاهیان ایران همینطور داره کم و کمتر میشه. وحشت کرد، سنگر رو ترک کرد و به نیروهای خودش دستور عقبگرد داد. این خبرها به گوش افراسیاب رسید. بهش گفتن که سنگر دهستان خالی شده و از اون طرف دلاورمرد تو بارمان به قتل رسیده. از مرگ دلاورمردش خشمگین شد و از طرفی خوشحال که خیلی راحت میتونه دهستان رو فتح کنه. به نیروهایش دستور داد. نیروهایش به سمت دهستان رفتند. دهستان را در اختیار گرفتند. تعداد بسیار زیادی از سربازان ایرانی را اسیر کردند و از همه مهمتر نوذرشاه هم به اسارت افراسیاب درآمد. در ادامه افراسیاب دو گروه از نیروهای خودش رو هم به سیستان میفرسته تا سیستان رو هم تسلیم کنه. سیستانی که در اون دوران زال رو به خودش نمیدید، چون زال در حال اجرای مراسم سوگواری پدرش بود. در این دوران مهراب حاکم سیستان بود. دو تن از دلاوران توران زمین رفتن به سمت سیستان و به مهراب گفتن خودت و شهرت رو تسلیم کن. در غیر این صورت افراسیاب با تو وارد جنگ میشه. مهراب همونجا یک نقشه کشید. به اونا گفت که من از تبار ضحاکم، ایرانی نیستم، مشکلی هم نیست. من این مملکت را به شما تقدیم خواهم کرد،
اما اگه اجازه بدی یک مشورتی بکنم و فردا روز به همراه شما نزد افراسیاب بیام. یکی از اون 2 نفر پذیرفت. اون یکی اندکی به شک افتاد. تصمیم گرفتن که حوالی سیستان یک اردوگاه نظامی بزنن و اجازه فرار به مهراب رو ندن. مهراب مخفیانه یک نامه‌ای برای زال فرستاد و زال خواست که هرچه زودتر خودشو به سیستان برسونه. زال هم شبونه با تعداد کمی از نیروهای خودش به سیستان برگشت. در اونجا داستان را گفت و گفتند در همین حوالی نیروهای دشمن حضور دارند. افراسیاب قصد داره ایران را به طور کامل فتح کنه. زال هم آماده نبرد شد. یک تیری گرفت و این تیر رو به سمت اردوگاه تورانیان پرتاب کرد. تیر هنگامی که وسط اردوگاه خورد، همه یک چیز رو میدونستن که زال به سیستان برگشت. سپاه تورانیان با نیروهایی که تحت فرمان زال بودند در همون حوالی سیستان با هم روبرو میشن و آماده جنگ میشن. به سمت همدیگه یورش میبرن و خاک و خونی بسیار زیادی به پا میشه و خونهای زیادی نیز ریخته میشه. در جریان این خون و خونریزی پیروزی ما کسی نیست جز زال و ایرانیان و تونستن نیروهای تورانیان رو به عقب برانن. اما زال باز هم دلش طاقت نمی آورد. به ضرب گرز گران که داشت و از پدر بزرگش به ارث گرفته بود، از دلاوران و پهلوانان تورانیان رو زمین میزد و میکشت. بعد هم یکی از فرمانده ها رو هم از دم تیغ گذرون. همه را زال کشت تا اینکه به یک نفر رسید. اون یک نفر را زنده گذاشت و گفت برو به نزد افراسیاب. این داستان و این شکست تحقیرآمیز رو برای افراسیاب تعریف کن که سودای سیستان دیگه به سرش نزنه. اون فرد سریعا برگشت و خودش رو نزد افراسیاب رسوند. داستان رو برای افراسیاب تعریف کرد و گفت که نتونستن سیستان رو فتح کنن. تعداد نیروهایی هم که به سیستان فرستاده بودن توسط ارتشیان زال از دم تیغ گذشتن و کشته شدن. افراسیاب وقتی این حرفها را شنید بسیار خشمگین شد. دستور داد تا سرای ایرانی و نوذرشاه رو بیارن که این افراد را کدبسته آوردن پیش افراسیاب. همونجا از روی خشم شمشیر کشید و سر از تن نوذر جدا. بعد هم به جلادان خودش دستور داد که سر تک تک اسرای ایرانی را هم از تنشون جدا کنه. اغریرث برادر کوچکتر اومد پیش برادر بزرگترش و گفت اگه امکان داره این کار رو انجام نده. بذار ما این اسیران ایرانی رو داشته باشیم. اینها رو نکش. نوذر رو کشتی و تا همینجا کار بزرگی انجام دادی. بر خشم خودت غلبه کن. افراسیاب هم نظر برادر رو پذیرفت و گفت این افراد رو به عنوان اسیر نگه می‌داریم و برادر کوچکتر من مأمور نگهداری از اسرا میشه. خودش هم با سپاهیانش دوباره به مسیر مبارزه ادامه دادند. زال که از شنیدن خبر قتل نوذر بسیار عصبی و خشمگین شده بود گفت هیچ راهی وجود نداره جز اینکه به سپاهیان افراسیاب یورش ببریم و همه اونها را از دم تیغ بگذرانیم. نیروهای خودش را آماده کرد و به سمت مقر فرماندهی افراسیاب به راه افتاد. افراسیاب هم همینطور داشت در مناطق مختلف ایران پیشروی میکرد. نیروهای ایرانی را که در بند اسارت بودن از اغریرث درخواست کردند تا آنها را آزاد کنه. اما اغریرث به آنها گفت نمیتونه به برادر خودش خیانت کنه و با برادر خودش عهد و پیمان بسته. از طرف دیگه به نیروهای ایرانی گفت اگه زال به اینجا برسه من سپاهی ندارم که در مقابل زال مقاومت کنم. شما را نمیکشم، شما را در همینجا رها میکنم و خودم به عقب برمیگردم. همین اتفاق بعد از مدت کوتاهی افتاد. زال به مقر فرماندهی افراسیاب رسید. نیرویی در اختیار برادر کوچکتر اغریرث نبود که با زال مقابله کنه. از اون طرف اسرای ایرانی رو هم به قتل نرسوندن. در همون اسارت نگه داشت و خودش هم دستور عقب نشینی داد. اسرای ایرانی توسط زال آزاد شدند. مدتی هم این خبر به افراسیاب رسید. خون جلوی چشمان افراسیاب رو گرفت و گفت برادر بی خرد و بی ارزه من نتونست اسیرای ایرانی رو حفظ کنه، یا اگر هم اونا رو حفظ کرد چرا تا دید زال داره میاد اونا رو از دم تیغ نگذرون و اونها رو به حال خودشون رها کرد. بنابراین برادر رو در جای دستگیر کردن و به دستور افراسیاب
برادر کوچکتر را از وسط به 2 نیم تقسیم کردند. خشم افراسیاب باعث کشتن برادرش شد. جنگ ایرانیان خاتمه نیافته بود. ایران و توران خاتمه نیافته بود و همچنان ادامه داشت. 2 سپاه در یک جبهه دیگه مجدد روبروی همدیگه قد علم کردند. با این تفاوت که ایران در این لحظه شاهی نداشت. زال با بزرگان و سرداران سپاه مشورت کرد. گفت نوذر 2 فرزند داره که هیچ کدومشون نه خردی داره نه فره پادشاهی. افرادی که در اونجا بودن به زال گفتند پیرمردی میشناسم بسیار خردمند و دانا که فردی که نژادی از فریدون داره، اصالت شاهی داره، اما تا به حال بر تخت پادشاهی نشسته. این فرد میتونه جانشین خوبی برای پادشاهی باشه. اسم این فرد زو بود. زو را آوردن به عنوان پادشاه بر تخت پادشاهی نشوندن و بعد هم جنگ بین ایران و تورانیان ادامه پیدا کرد. این جنگ به درازا کشید. طولانی بودن جنگ باعث شد که در هر دو سرزمین فقر و قحطی اتفاق بیفته. سالیان درازی بود که باران نمیبارید. مردم جونشون رو از دست میدادن، یا در میدان جنگ یا بر اثر گرسنگی، فقر و چیزای دیگه. کم کم زمزمه های از 2 سپاه به گوش رسید که گویا افراد دیگه قصد ادامه جنگ رو ندارن، هم فرماندهان هم سربازان. در نهایت عهد و پیمان صلح با هم امضا کردند. همه چیز برگشت به همون دوران منوچهرشاه. حتی مرزی که تعیین کردن همون مرزی بود که قبل از جنگ وجود داشت. یعنی تمام پیشروی‌هایی که ایران در طول اون دوران داشت، تمام پیشروی‌هایی که تورانیان در اون دوران داشتن، هیچ حاصلی نداشت. در نهایت همه چیز برگشت به روز اول و قبل از جنگ. تمامی این خونها بیهوده ریخته شده بود. متعاقب صلح بارانها باریدند. مردم به فراخور نعمت با آسودگی و آسایش زندگی کردند.